چنین روایت آمده است در قصه پیغمبران که خداوند به سلیمان پیغمبر علیه السلام پادشاهی داد که در هیچ پادشاهی نداده بود. روزی سلیمان به خداوند گفت: خدایا، مرا آرزوست که همه بندگان تو، چی آدمی و چی انس و جنس و دیو و پری و همه جانوران آفریده تو مهمان کنم، یعنی یک روز طعام دهم. ندا آمد که سلیمان، روزی دهنده همه مخلوقات منم، تو نمی توانی همه مخلوقات را روزی دهی. سلیمان علیه السلام گفت: خداوندا، مرا نعمت بسیار داده ای، این هم از تو باشد. پس اجازت گرفت. جای مهمانان صحرای بود که نزد دره بود و این صحرا به حد کلان بود. فرمود 8 ماه دیوان آن صحرا را رفته، دیوان را فرمود تا 700,000 دیگ گذاشتند که هر دیگ 70 گز یعنی متر بلندی و 70 گز پهنایی داشتند. در آن صحرا دسترخوان پرتافته خوراک‌های گوناگون از همه نقل و نوا آوردند. آنقدر خوراک‌های گوناگون بسیار بود که دسترخوان پر شده جای گذاشتن نبود. همه مخلوقات عالم، آنچه خداوند جان داده بود، از آدمی و جن و پری و حیوانات و پرندگان، همه دعوت شده بودند. و باد یعنی شمال خوراک‌های گرم میکشاند به دسترخوان‌ها. ناگاه مایه از دره آمد گفت: ای سلیمان علیه السلام، مرا ندا آمده است که تو امروز مرا مهمانداری میکنی. بنابراین آمدم، گرسنه‌ام، بیار چیزی بخورم. سلیمان علیه السلام گفت: کمی صبر کن تا همه مهمانان جمع آیند، آن وقت چیزی بخواهی بخور. ماهی گفت: طاقت ندارم که همه مخلوقات جمع شوند. سلیمان علیه السلام گفت: اگر صبر نمی کنی برو و چیزی میخواهی بخور. آن ماهی آمد در آن صحرا، آنچه در دسترخوان ها بود و در دیگ و کاسه ها بود همه را خورد. چیزی نماند برای مهمانان. پس فریاد کرد: ای سلیمان علیه السلام، مرا خوراک ده که گرسنه‌ام. سلیمان علیه السلام حیران شد، گفت: ای ماهی، من اینقدر خوراک برای همه مخلوقات، برای همه ملائک پخته بودم، تو همه را خوردی و باز میگویی گرسنه‌ام؟ ماهی گفت: من هر روز باید 3 لقمه میخوردم و آنچه خوردم فقط 1 لقمه من بود. اکنون چنین باز 2 لقمه دیگر بیار. اگر خوراک داده سیر کرده نمیتوانی، پس چرا همه را به مهمانی دعوت میکنی؟ سلیمان علیه السلام چون این سخن شنید از هوش رفت. آبرویش زدند و هوش آمد. سر در خاک به سجده نهاد، گفت: یا رب، یا رب، یا رب، توبه کردم که روزی دهنده من و همه مخلوقات تویی و من درویش و مسکینم و توانگر و توانا تویی. آن روز تمام مخلوقات عالم گرسنه ماندند. این است بنده ناتوان و قدرت پروردگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.